آقا سلام، وقتتون بخیر. من امروز صبح زود بیدار شده بودم، حالم خوب بود تا زمانی که یه هموطن زنگ زد در مورد مشکلش گفت اینکه پارسال اومده از طریق یه شرکتی واسه یه ثبت نام تو دانشگاه‌های ترکیه تو شهر ازمیر. بعد این شرکت به بهانه یه امتحان SAT ازش $37,000 SAT و ثبت نام $37,000 پول گرفته. البته بیشتر گرفته، $37,000 رو حواس. بهش برگه یه جعلی واسه SAT نمره جعلی دادن، نمرهشون جعلی بوده. دانشگاه هم بعد 3 ماه متوجه شده اینو، بعد اخراجش کردن. الان هم مثلا وضعیتشون نامشخصه. ببینید همکاران، عرض کنم خدمتتون، همه شرکت ها با مشتریاشون ممکنه که مشکلاتی داشته باشن، خب ولی این مشکلات باید حل بشه، نه اینکه کلا بخوایم سر کسی کلا بذاریم، کلا پولشو بخوریم و آیندهشو خراب کنیم. اصلا این کار جالبی نیست. یعنی این یه آقای یه خانومی که از ایران پا میشه میاد با این وضعیت دلار تو ترکیه یا هر جایی درس بخونه، زندگی کنه، کلا با آیندهش بازی کنیم. اگه مشکلی دارید مشکلشو میتونید حل کنید. یعنی مشکلات باید حل بشه با مشتریان. ما هم مشکل داریم با مشتریان ولی حل میشه، نه اینکه کلا بخوایم با سرنوشتشون بازی کنیم. این امتحان SAT هم اصلا من اعتقاد ندارم، به نظر من اصلا دنبال این نرید. کلا من تجربهشو داشتم قبلا، اصلا امتحان درستی نیست.